أينما كنا أينما محال است به جانشین بخیل و دیدن تنگ و حسود افتخار کند. این صفت‌هایی که میگویم اگر در ما و شما بندگان خدا باشد، رابطه ما و شما با خدا قیچی می شود. دیگر من و تو به عنوان خلیفه و جانشین خدا نیستیم. امروزه چقدر جهل در عالم اسلامی حاکم است، چقدر بی‌حکمتی حاکم است، چقدر بخل و حسادت حاکم است. خداوند صبور است. محال است که جانشین کم ظرفیت و بی‌طاقت و کم حوصله بپسندد و بهش افتخار کند. جانشین خدا هم باید سعی صدر داشته باشد، صبر و حوصله داشته باشد، صبور باشد، شکیبا باشد. پس خداوند تنها دوستی است که خواهان رشد و توسعه دوستانش هست و از رشد و ترقی و توسعه بندگانش خوشحال می شود، خرسند می شود، به وجد می آید. خداوند تبارک و تعالی در سوره بقره این چنین می فرمایند: الله ولی الذین آمنوا، اعلام دوستی. الله ولی الذین آمنوا. چه شخصیتی بدون اینکه تو اعلام دوستی بکنید یا قبل از اینکه من و تو اعلام دوستی با این بزرگ و عظیم بکنیم، این بزرگ و عظیمی که از من و تو بی‌نیازه و رب العالمین اعلام دوستی کرده، نباید به این دوستی افتخار بکنیم؟ میگوین یک مأمور ساده، یک گروبان ابراز علاقه کرده، از تو سوال کرده. رئیس پاسگاه حالت پرسیده، حال من پرسیده. فلان مأمور امنیتی اطلاعاتی سراغ تو گرفته، به بزرگی به خوبی یادت کرده، منو یاد کرده، پس من قوی و قدرتمندم، تکیهگاه قوی دارم. کدوم تکیهگاهی بالاتر از رب العالمین؟ کدوم دوستی پایدارتر و بادوامتر از دوستی الله؟ الله اعلام کرده و اقدام کرده و مطرح کرده دوستی خودش، اما گفته با کسانی که ایمان آوردند. الله ولی الذین، الله دوست کسانی است که چه کار انجام میدهند؟ دوست احمقها، جاهلان، کودنها، نفهمها، ناپاکها. هر جای لفظ ایمان و مؤمن در قرآن آمده به معنی تعقله. در قرآن 64 خطاب ویژه آمده، یا ایها الذین آمنو. همه مفسرین میگن که هر جایی که خداوند گفته یا ایها الذین آمنو، یعنی ای عقلا، ای اهل خرد. انسان مؤمن نمی شود تا اینکه عاقل بشود. تشخیص دادن این که رب العالمین ربته، این تعقل میخواهد، وگرنه باید گاو بپرستید، وگرنه باید موش بپرستید، وگرنه باید آتش بپرستید که توسط آب خاموش میشود، وگرنه معبودهای فناپذیر باید داشته باشید و این دور از تعقله. مشهور است که روزی عربی از عرب جاهلیت مکه اول صبح و اول روز طبق روال همیشگی رفت به سوی کعبه، چون اونجا بتی داشت، خدایی داشت نصب کرده بود که تعظیم کند. وقتی رسید به خدا و معبودش، دید که از سر معبود تا پای معبود مبلول، خیس، مرطوبه. نگاه به آسمان کرد که بارندگی نشده، نگاه به زمین کرد که خیس نیست. متوجه شد که روباهی دارد میرود.
متوجه شد که روباه بر سر معبودش تبول کرده، معذرت میخواهم، ادرار کرده، نجاست کرده. یک لحظه به فکر فرو رفت، میگه ربی و خدایی که روباهی بر اون نجاست کنه نتونه نجاست روباه رو دفع کنه، این خدا و معبود ذلیلی است. افتخار من نیست که چنین خدایی را بپرستم و کرنش کنم. خدای خودش را با فکرش و تعقلش به زمین زد. پس ما باید عاقل بشویم تا به دوستی خدا نائل بشویم. باید درک و تشخیص و فهم و درایت در زندگی ما بیاید تا ما به دوستی خدا نائل بشویم، در سلک دوستان خدا وارد بشویم. الله ولی الذین اما آمنو. خداوند اعلام دوستی کرده. اگر میخواهیم به دوستی الله لبیک بگوییم، باید به علم و دانش لبیک بگوییم. کافی نیست به زبان بگیم منم دوست تام. دوست تام یعنی دنبال علم، علم دنیا و آخرت. با مشروبات الکلی که جامعه‌ای درست نمی شود، بنده خدا درست نمی شود. با فساد اخلاقی که بنده خدا درست نمی شود، جانشین خدا درست نمی شود. با انحراف و کینه و دشمنی و بخل و حسادت و عقده های نفسانی که بنده خدا درست نمی شود. جانشین و خلیفه خدا درست نمی شود. دوستی خدا تحقق نمی بخشد یا تحقق پیدا نمی کند. الله ولی الذین. خداوند تا اینجا آمده اما دروازه قرار داده آمنو. هر کسی میخواد دوست خدا باشد باید دولنگی دروازه ایمان رو باز کند و از دروازه ایمان وارد شود و به دوستی خدا نائل بشود. همه نعمتهای خداوند توان آفرین است، چون خداوند بندگانش را دوست دارد. در نتیجه نعمتهایی رو به بندگانش تزریق کرده، در اختیارشان گذاشته که کافی است این نعمتها را در جهت رضای خدا به کار بگیرند. این بندگان از این رو به اون رو می شوند. باید استفاده بهینه کرد از نعمتهای خدا تا رشد و توسعه در زندگی ما، در جامعه ما بیاید. هیچ موقع معصیت خدا رشد و توسعه در جامعه نیاورده.